و او با هر گناهی بلند شود. از نداهای روز قیامت، هنگامی که اهل بهشت وارد بهشت می شوند و در انس و لذت و نعمتهای آن قرار گرفتند و از شادی و خوشحالی آن بهره گرفتند و ناز و نعمتی چشیدند که هرگز نچشیده بودند و آن چیزی را دیدند که چشمانشان هرگز ندیده بود. در آن هنگامی که در نعمتهای خود قرار دارند، نوری را می بینند که از بالای آنها اشراق می کند. سپس ندا داده می شود: ای اهل بهشت، آیا راضی گشتید؟ آیا راضی گشتید؟ پس می گویند که برای چه راضی نباشیم؟ ای پروردگار من، در حالی که آنچه را که به آن امید نداشتیم به ما دادی و ما را از آنچه می ترسیدیم امان دادی. پس الله تعالی می فرماید که در نزد من وعده‌ای دارید که می خواهم آن را به شما ادا کنم. پس حجاب را از صورت خود کنار می زند و به او می نگرند. به پروردگار خود می نگرند، همانی که او را دوست می داشتند و دعایش می کردند و از او می ترسیدند و او را تعظیم می کردند و به او مشتاق می شدند. به پروردگار خود می نگرند، همانی که چقدر برای او نماز خواندند، روزه گرفتند و صدقه دادند. به او می نگرند. پس به او می نگرند و به سوی هیچ ناز و نعمتی نمی روند تا وقتی که به او می نگرند. و این از نداهای روز قیامت است. نداهای متعددی در روز قیامت وجود دارد. الله تعالی می گوید: و روزی که خدا ایشان را ندا می کند و می گوید پیامبران را چه جواب دادید و چه مقدار اجابت کردید؟ الله تعالی قوم هود و صالح و یونس را ندا سر می دهد. یونس شما را به این چیزها امر کرد و از این چیزها نهی کرد. صالح شما را به اینها امر و نهی کرد. شعیب، لوط، موسی، عیسی، محمد صلی الله علیه و آله و سلم چقدر اجابت کردید؟ و روزی که خدا ایشان را ندا می کند و می گوید پیامبران را چه جواب دادید و چه مقدار اجابت کرد؟ از بزرگترین نداهایی که در روز قیامت سر داده می شود، هنگامی که بنده در پیشگاه پروردگار عزوجل قرار دارد، هم به او امید دارد و هم از او می ترسد. مردی است که ندا می دهند که از آتش خارج شود. پس الله تعالی او را خارج می کند و بر کنارهای آتش می نشاند. از آن به الله پناه می بریم. پس می گوید سپاس الله را که من را از تو نجات داد، یعنی آتش. سپس می گوید پروردگارا مرا از آتش دور کن. همانا گرما و جیغ زدن اهل آن و بوی تعفنش مرا می آزارد. پس الله تعالی به او می گوید ای بنده من، اگر این خواسته را به تو دهم آیا چیز دیگری از من نمی خواهی؟ پس می گوید نه ای پروردگارم و با او عهدها و میثاقهایی می بندد که چیزی دیگری از او نخواهد. تعالی او را از آتش دور می گرداند. سپس یک درخت بزرگی برای او نمایان می شود. پس ساکت می شود و صبر می کند. ولی نمی تواند. پس ندا می دهد که پروردگارم. پس الله تعالی می فرماید ای فرزند آدم چه می خواهی؟ می گوید من را به آن درخت نزدیک کن تا از سایه آن استفاده کنم و از آب آن بنوشم. پس الله تعالی می گوید که ای فرزند آدم مگر با من عهد نبستی که به غیر از آن چیزی از من نخواهی؟ پس بنده می گوید که به عزت و جلال تو قسم که غیر از آن چیزی از تو نمی خواهم ای پروردگارم. پس الله تعالی او را به آن درخت نزدیک می کند. زمانی که زیر آن نشست و اطمینان خاطر پیدا کرد که از آتش دور شده، از دور شروع به نگاه کردن کرد. پس در بهشت رو دید. پروردگارم مرا به بهشت نزدیک کن. میخواهد صبر کند ولی نمیتواند صبر کند. ندا میدهد. پس الله تعالی میگوید ای فرزند آدم اگر من تو را به آن نزدیک کنم باز هم از من چیز دیگری میخواهی؟ میگوید به عزت و جلال تو قسم که هرگز غیر از این چیزی نخواهم خواست. پس الله تعالی او را به در بهشت نزدیک میگرداند و
کنار در می‌گمارد. پس از هوای بهشت به او می‌رسد و زیبایی و بزرگی آن را می‌بیند، اما نمی‌تواند وارد شود. سپس صبر می‌کند ولی نمی‌تواند صبر کند. ندا می‌دهد ای پروردگارم مرا وارد بهشت گردان. پس الله تعالی او را وارد بهشت می‌کند و هنگامی که وارد می‌شود خیال می‌کند که بهشت پر شده است. خیال می‌کند که همانا همه مردم در جایگاه‌های خود و در قصرهای خود و در خانه‌های خود قرار گرفتند. خیال کرد که همانا بهشت پر شده است. میگوید ای پروردگارم آیا مرا وارد بهشت می‌کنی بعد از اینکه همه مردم وارد آن شدند و سهم خود را گرفتند؟ پس الله تعالی به او می‌فرماید ای ابن آدم آیا راضی می‌شوی که برای تو همانند یک پادشاه از پادشاهان دنیا ملک قرار دهم؟ پس میگوید که ای پروردگارم راضی هستم. پس الله تعالی میفرماید این ملک و ملکی دیگر همانند آن از آن توست. پس بنده میگوید ای پروردگارم راضی شدم، یعنی ملکی به اندازه ملک بزرگترین پادشاه دنیا به تو میدهیم و یک ملک دیگر همانند آن نیز به تو میدهیم. میگوید راضی شدم. پس الله تعالی میگوید این مال توست و همانند آن به همراه او و همانند آن 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 همراه او 5 برابر آن ملک. پس میگوید پروردگارا راضی شدم، راضی شدم. پس الله تعالی به او میگوید که این از آن توست به همراه 10 تا مثل آن، یعنی 50 مرتبه بزرگتر از ملک بزرگترین پادشاه دنیا. چه مقدار 4 پا دارد، چه مقدار خوشی دارد، چه مقدار تخت دارد، چه مقدار ملک دارد، چه مقدار صحت و زیبایی دارد، چه مقدار خوشی دارد، 50 برابر آن را به تو میدهم. میگوید پروردگارا راضی شدم، راضی شدم. گفت که این از آن توست و 10 برابر آن و آنچه را که نفس تو دوست بدارد و چشمت زیبا ببیند از آن توست. یعنی هر چیزی که ببینی و خوشت آمد مستقیما از آن توست. هر چیزی که نفست بخواهد این مستقیما از آن توست. فرمود هر آنچه را که نفست دوست بدارد. سلام و صلوات الله بر او باد. بعد از اینکه قصه ندا و شوق او را ذکر کرد فرمود این پایین ترین رتبه اهل بهشت است. این پایین ترین رتبه اهل بهشت است. این امور آخرت است و آنچه که الله تعالی از نعمت یا عذاب آماده کرده است. این عالم آخرت است که الله تعالی مردم را به سویش سوق می دهد. این عالم همان قرارگاهی است که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم می فرماید من به دنیا چه کار دارم؟ من و دنیا همانند سواره‌ای هستیم که در زیر سایه درختی دمی می نشیند و سپس می رود. این همان عالم آخرتی است که الله تعالی ما را برای آن خلق کرد و آدم علیه السلام را در بهشت خود ساکن کرد. اما الله تعالی او و نسل او را به دنیا نازل کرد تا آنکه دوباره آنها را به آخرت برگرداند. این همان عالم آخرت است که با مرگ انسان شروع می شود و هر آن کسی که بمیرد قیامتش برپا می شود. از حیات برزخ در قبر و آنچه را که از خوشی یا عذاب در آن است می‌گذرد. از ایستادن مردم در پیشگاه عز و جل می‌گذرد. سپس از به حرکت افتادن نامه‌های اعمال می‌گذرد. سپس در بهشت یا آتش مستقر می‌شود. از الله تعالی می‌خواهیم که ما را شامل رحمت و احسان و مغفرت خود قرار دهد. لشیء مما ترى تبقى بشاشته يبقى